در آسمان نیلگون افغانستان، نام بجا مانده که با افتخار تاریخ و هویت ملی ما را حمل می کند. شرکت هوایی آریانا، بالهای افغانستان. نخستین شرکت هوایی ملی افغانستان در سال 1334 هجری خورشیدی پایه‌گذاری شد. روزگاری که پرواز تنها یک رویا بود، اما آریانا این رویا را به پرواز تبدیل کرد. با اولین پروازهای بین المللی‌اش، آریانا افغانستان را به جهان وصل کرد. از دیلی تا استانبول، از مسکو تا فرانکفورت، پیام‌آور دوستی و حرکت به سوی آینده بود. در سالهایی که دشواری‌ها آسمان کشور را تیره ساختند، آریانا باز هم پرواز کرد، ایستاد، مقاومت کرد و به نماد پایداری ملت تبدیل شد. امروزه با ناوگان نوسازی شده، پرسنل با تجربه و دلسوز، آریانا بار دیگر آماده است تا افغانستان را با افتخار به آسمان‌ها ببرد. آریانا، بالهای افغانستان.